سال 90 بازار ملتهب شد. تو اون 8 سال که مدیریت خوبی تو بازار اتفاق میافتاد با همه اقدامات و زیرساختایی که ایجاد شده بود، همه اینها باعث شده بود نرخ ارز از سال 81 750 تومان شروع شد، سال 89 اواسطش نرخ ارز به 950 تومان رسید. یعنی در ظرف 8 سال ما فقط 200 تومان 200 تک تومان رو نرخ ارز اومد تو 9 سال. الان یه شوخیه این حرف اصلا بچه‌ها شاید متوجه نشن. بچه‌ها سر کلاس اصلا تعجب میکنن از این عددا، باورشون نمیشه. میگم قصه من مثل قصه آدمایی که چی بوده دلیلش؟ عمل کرده خیلی خوبی داشتن؟ نه ببینید شرایط فرق میشه. شرایط فرق کرد و اون بعد از تحریم دیگه مثل شما اصل کار اینه که جریان ورود و خروج ارز رو رصد کن. همین یه جمله نمیتونیم رصد کنیم. حالا هم جریان ورود و خروج ارز رو شما رصد کن. هر جا گیر و گور داشت، محدودیت داشت، بدون همه میرن یه لاین دیگه، فشار میاد به اون لاین بعدی، همینطور سرریز میکنه تا بالاخره همه راه قفل بشه. درست مثل یه جمعیتی که به جای اینکه از 10 تا راه برن حبس میشن تو یه راه بخوان برن، قطعاً قربانی میده، قطعاً اتفاقایی بد میفته. این اتفاق برای سیستم بانکی هم افتاد. سال 90 از ابتدا تا انتهاش تحریم امریکا، اولیه و ثانویه. اولیه و ثانویه میدونید چیه؟ نه. اولیه یعنی هیچکی نباید با ایران کار کنه. ثانویه یعنی ما تحریم میکنیم اونی که با ایران حالا کار کرده. پس اولیه میشه من با تو کار نمیکنم، دومیه میگه هر کی با تو هم کار کنه اونم تحریم میشه. دیگه تحریم میشه. خب پس ما تحریم‌های اولیه امریکا، تحریم ثانویه‌اش، تحریم‌های اتحادیه اروپا همشون، تحریم کانادا، ژاپن، همه و تحریم شورای امنیت پشت سر هم همه این اتفاق افتاد. همه سال 90 سیستم بانکی کلاً تحریم همه جوره. و بعد مسیر بعدی تحریم هواپیمایی، تحریم کشتیرانی، تحریم شرکت ملی نفت، همه اینها ابتدای 91. تحریم سویفت همون 90. وقتی یعنی شما دیگه کامل این مسیرها همه قفله. من دارم مثلا به صورت آماری بگم سال 90 ابتداش ما شاید حدود 20,000 تا حداقل بانک خارجی رو باش کار میکردیم، شاید هم بیشتر باشه، من یادم نیست. خب سال 91 این تعداد رسید به 10-15 تا بانک. یعنی چی؟ یعنی حجم میلیاردها دلار درآمد نفتی رو شما با 5-6 تا یا 10 تا بانک هندل کنی، مدیریت کنی. ما سال 90 چه اتفاقاتی، حالا میرسیم به دیگه پستای سازمانی تموم شد. تو این فاصله هم من اینجا چون خونه نزدیک به این دانشگاه است دائما تو این مسیر میرفتم و میومدم و خودم رو بروز میکردم. فقط میخوام اینو بگم که بروز میکردم تا روزی که از بانک مرکزی رفتم که فکر میکردم سال 99 باشه. گفتم هر موقع که رفتم از بانک برمیگردم دکترامو میگیرم، به خاطر اینکه میدونم یه چیزایی رو نمیدونم و میخوام ببینم ته این دوره‌های آکادمیک چیه. چی میخواد به ما بگه و من اینو باید بگذرونم. لذا سال 92 با تغییر دولت و اون شرایطی که پیش آمد و اینها دیگه خودم یه جوری به ما گفتن برو، ما هم رفتیم و خلاصه 7 سال زودتر از موعد خودم بازنشسته کردم و گفتم دیگه بر نمیگردم تو سیستم کار اجرایی. چرا؟ رو اصول اداره نمیشه. اصولی که ما یاد گرفته بودیم کلا، من یه چیزایی یاد گرفته بودم به عنوان کسی که کار بانکی میکنه. وقتی کار بانکی نمیکنی انتظار میره کار غیر بانکی بکنی، دیگه من بلد نیستم. غیر بانکی یعنی سیاسی؟ حالا بذار نگیم، بذار این سر رو گردنه بمونه. خب سال 92 دیگه رفتم، هم اونا عذر منو خواستن هم خودم عذر خودمو خواستم، رفتم از بانک و ناامید نشدم. رفتم همون 18 شهریور بازنشسته شدم. 20 شهریور ثبت نام کردم برای کنکور دکترا. ماشاءالله. خب کنکور دادم، همینجا هم فکر کنم یا دانشگاه از زهرا اونجا امتحان دادم. همه بچه‌ها جوون بودن، من سنم بالا بود، خودم مونده بودم خدای تو این جمع چی میگم.
ولی به هر حال قبول شدم و منتها برای در واقع رتبه‌ام شد 50. برای مصاحبه دعوت شدم، منتها به من گفتن که چون شما به لحاظ سنی شرایطت چیز نیست، تابع حالا مقررات بودن و فلان اینها، شما میتونید تو پردیسا درس بخونید. من پردیس البرز رفتم شروع کردم درس خوندن. چه درسی؟ همین رشته مدیریت مالی، دکترای مدیریت مالی. همین اساتید اینجا بودن. آره کرج درس میدادن. 3 ماه اونجا درس خوندیم، پردیس رو جمع کردن، منحل شد، اصلا کلا ما اومدیم اینجا. شما خسته نمیشدید تو این فرآیند؟ نه همینجوری ادامه میدادید؟ اصلا انگار به گفتن که آقا باید ادامه بدید. نه نمیدونم، احساس میکنم یا هرچی که هست. یکی از مدیرای ما، اونم خدا رحمتش کنه، آقای فراشی، به من میگفت تو انگیزه درونی قوی داری. یعنی من 2 سال سرپرست بودم، بعد شدم مدیر. تو اون مدت خیلی همه اطراف میگفتن چرا پس مدیرش نمیکنی، چرا حکمشو نمیزنی، این که داره همین کار انجام میده. و من خودم خیلی اصرار نداشتم حالا حکم بزنه نزنه، میگفتم کاری که داری انجام میدی. خیلی هم در قید و بند این که حالا پولی که میدن چه باشه، همیشه اعتقادم این بود که خدا وقتی بخواد بده بی حساب میده، این تو قرآنش گفته و اون وعدش عمل میکنه. پس من مهم نیست که حالا نه اینکه مفت کار کنم، ولی به هر حال من دارم حقوقم میگیرم دیگه، کارم دارم انجام میدم، زیاد برام مهم نیست. خسته نمیش؟ ناامید هیچ وقت نشدی؟ ناامید نمیشدم. خیلی هم امید به آینده نداشتم این که حالا بگی در آینده چه میشه، نه میترگونه نبود، ولی نه. چیزی داشتی. من میگفتم من 1 نفر، الان سر کلاس ها به دانشجوام میگم، همیشه میگم من 1 نفرم. اون زمان 30 میلیون نفر بودم، 50 میلیون نفر جمعیت، هرچی. میگفتم من 1 نفرم از 36 میلیون نفر جمعیت، یا از 50 میلیون، الان میگم از 85 میلیون نفر جمعیت. من باید به اندازه اون 1 نفر از این جمعیت دینمو به این مملکت ادا کنم. همین. اصلا خیلی وقتا میگم من برای چی به دنیا اومدم؟ من 5 دقیقه پیشم گذشت، تمام شد دیگه، برای من یه خاطره شد. آینده هم که نیاده که ببینم چیه، که یه رویاست. پس همین الان هستم. پس اینی که الان هستم و خوب باشم، بهترین باشم، بهترین خودم باشم، بهترین همین الان، بهترین همین الان باشم، نه خودم، بهترین همین الان باشم. من الان میتونم چه کاری بکنم که بهترین کار باشه؟ بهترین وقتی رئیسم به من کار میده، بهترین عملکرد داشته باشم. وقتی دارم درس میخونم، بهترین روش درس خوندن داشته باشم، بهترین یادگیری. از زمانم بهترین استفاده رو بکنم. زمان ارزشمندترین ثروت یادم. از وقتی که دارم بهترین استفاده رو بکنم. اون کار استمراره توش مهمتر بود تا اینکه مثلا میخوای یوهویی مثلا نه، من دنبال پست و مقام نبودم. میگفتم پول باید بیاد سراغ من، پست و مقام باید بیاد سراغ من، عنوان باید بیاد سراغ من. من دنبال هیچ کدومشون نمیرم. نمیخوام بگم توی دنیای دیگه بودم و نه، تلاشمو کردم. حالا یه وقتایی دیده شده بهم دادن، یه وقتایی دیده نشده بهم ندادن، یه موقع هم داشتم ازم گرفتن، اصلا مهم نیست، میرم یه مسیر دیگه. من باید اون روز باز زنده باشم، باید بتونم فعال باشم. هیچ وقت احساس بیهودگی نکردم. همیشه مقابله کردیم با اینکه احساس بیهودگی دارم. همیشه کاری کردیم که همیشه با خودم گفتم من بیهوده به این دنیا نیومدم، که اگه قرار بود بیهوده به این دنیا بیام، حتما روزی که به دنیا می اومدم خداوند جان منو میگرفت. پس این که آمدم، این اعتقاد دارم قلبی. تو کلاس ها میگم هر انسانی که به دنیا میاد یا هر مخلوقی که خداوند به این دنیا میاره، یک رسالتی داره. باید ببینید رسالتی که تو داری چیه. من یه رسالتی داشتم یا دارم، نمیدونم، ولی یه رسالتی دارم، یه مأموریتی دارم، یه چیزی رو، یه کاری رو باید بکنم. اون کاری که من باید بکنم همیشه از دوره بچگیم تا الانم هیچ وقت تلف نکردم. به عنوان یه خانوم خیلی کارهایی که خیلی خانوم ها یا آر دارن بگن یا دوست ندارن یا اصلا میگن اینا کارهای چیپیه، من این کارها رو انجام دادم. من تو همون فاصله که تا بیاد نتایج کنکور رو بده، دیپلم خیاطی گرفتم، دیپلم گلدوزی گرفتم، آشپزی مادرم یاد گرفتم. یعنی همه کار کردم.
هیچ وقت بچه‌ها غذای آماده نذاشتم. هیچ وقتمو تلف نکردم. تو کارهای هنری نمیدونم تابلو بافتم، تابلو کشیدم، نمیدونم ویترای درست کردم، کاری که تو دوره ما تنها کاری که هیچ وقت دوست نداشتم بافتنی بوده، چون خیلی سخت میبافم، خدا نمیتونم اینا نخواه تو قلاب در بیارم. ولی بقیه کارا رو، هر کاری که یک خانوم باید بلد باشه رو سعی کردم تو دوره‌ای که هیچ وقت مگه میشه؟ هیچ وقت. یعنی باورتون نمیشه، شاید ایشون داره تعجب میکنه، من معاون ارزی بودم، از صبح ساعت 6:30 میومدم بانک که 7 بانک باشن، همیشه 7 بانک بودن، یه مقابله نیم شد 8، دروغ نگفته باشم، ولی تا ساعت 11-12 شب اغلب تو بانک بودم. خب که 12 رفتم خونه. همیشه هم 2 تا کیف کارهای مطالعاتی مربوط به موضوعاتی که کارشناسی بود و راننده من همیشه می آورد دم منزل، مثلا میداد، من اون رو شب مطالعه میکردم، دوباره صبح می آوردم. یعنی شب میرفتم بلافاصله نمیخوابیدیم؟ مطالعه هم داشتیم. 12 تا میرسیدم، اول از همه غذای فردای بچه‌ها رو آماده میکردم. بچه‌ای من، پسر من کنکور داشت، دختر من راهنمایی بود، بچه‌های مدرسه‌ای داشتم تو دوره‌ای که معاون ارزی بودم. قبلش هم البته بگم ما چون تو خانواده همه با هم، با خانواده مادرم، برادر و خواهرام اینا با هم یه جا زندگی میکنیم، مادرم بیشترین حمایت رو من کرد، همیشه کمک داد برای بچه‌ها میرفت. یعنی من نگران رفت آمد بچه‌ها نبودم. مادر و همسرم همیشه، همسرم بردن بچه‌ها، کار دام مدرسه هاشون اینا رو اغلب ایشون انجام میداد، ولی غذا رو همیشه خودم 12 میرسیدم، نهار فردا رو آماده میکردم، کارهایی که باید برای پس فردام یا شامم باید آماده میشدم آماده میکردم تا ساعت 2:30-3، بیشتر از اونم وقت نمیخواست. وقتی شما کار کرده باشی، ماهر باشی، 2 ساعت جمعش میکنی. خب نمیخواد بالا گاز وایسی قول خوردن غذا رو نگاه کنی که اون خودش برای خودش میپزه. خب تا ساعت 2 تا ساعت اذان تا اذان صبح میخوابیدم. اذان صبح 4 بود، 3 بود، 5 بود، هر موقع بود بیدار میشدم، اون 2 تا کیفی که میگم اون میخوندم تا وقتی که را بیفتم برم بانک. حالا اگه بانک صبح زود میرسیدم، هنوز کاری نداشتم، در روز 2-3 ساعت میخوابیدی؟ 2 ساعت و میشد. ولی خب بیماری فشار خون گرفتم، مریض شدم، بیشتر از اون جسم آدم نمیکشه دیگه. فشار خون از استرس زیاد، از بیخوابی و مسئولیتی که داری. من بهتون گفتم شما یک دفعه از یه فضایی که بهترین بانک‌های آلمانی و فرانسوی رو پشت در اتاقت نگه می‌داری که بهشون بگی من اجازه میدم چقدر با ما کار کنید و برمیگرده به جایی که حالا ما باید بریم سراغ بانک‌های چینی، هندی، ترکیه، اماراتی، بگی آقا با ما یه خورده کار کن. تحریما پیرتون کرد. تحریما مریضم کرد. میدونید چرا؟ چون انگار تو رو از تو آب داغ انداختن تو آب سرد. 90 به بعد این اتفاق افتاد. 90 به بعد دیگه کم کم احساس کردم دیگه کار بانکی نمی‌کنم. کار بانکداری بین المللی نمی‌کنم. داره اینا از من دور میشه. دنبال راه حل بودم برای مشکلات کشور. مشکلات کشور چی بود؟ اون زمان دیگه این که با بانک‌ها کار کنی نکنی دیگه مهم نبود. باید راهی دیگه پیدا می‌کردی. شما این کتاب نوشتین در مورد کتاب در مورد تحریما نوشتم. کتاب؟ بذار قبل از اون بگم بعد برسیم. سال 90 معاون ارزی ما ابتدای سال آقای دکتر برهانی بودن. سال 90 آقای دکتر برهانی معاون ارزی بودن، من مدیر کل بین‌الملل بودم. من دیدم اینطوری نمیشه مملکت اداره کرد. ارز داره هم تو میره بالا، شب میخوابی صبح بلند میشی 950 تومن میشه 970 تومن. 20 تومن اون زمان خیلی زیاد بود. بله. و این نمیذاشت، اصلا خواب و خوراک نداشتیم، زندگی نداشتیم، چون میدونستیم اثر ارز روی تورم تو زندگی مردم چقدر زیانبار خواهد بود. و لذا با آقای دکتر برهانی یه یادداشت، شب تا صبح 1000 تومان میره روش دیگه، فکر کنم دیگه اصلا خدا رو شکر میکنم که الان نیستم. خدا رو شکر میکنم که نیستم، ولی میدونم چه فشاری دوستان من دارن تحمل میکنن.
سال 90 سوم خرداد 90 من یه یادداشت برای آقای دکتر برهانی دادم با تمام تجربیاتی که داشتم. گفتم آقای دکتر برهانی، تنها راه حل مشکلات کشور تو این شرایط که ارز داره میره بالا مدیریت منابع و مصارف ارزی کشوره. بنابراین باید یک ترتیباتی بدهیم تا منابع و مصارف ارزی کشور رو رصد کنیم. یعنی من بدونم کجا داره ارزا مصرف میشه، من بانک مرکزی، من بدونم کجا داره ارز تولید میشه، یعنی صادر کننده ارزش چه کار میکنه. الان نمیدونیم ما. نه الان که میدونن، اون زمان نمیدونستن. فضای بلبشو بازاری بود. من قسمت بانکیشو میدونستم با بانک‌ها چجوری دارم کار میکنم، ولی نمیدونستم صادر کننده ارزشو کجا تو چه کشوری تو چه حسابی نگه میداره. پس همون ادبیاتی که تو روابط کارگزاری دهه 70 پیاده کردن تو سایز کوچیک، حالا میخواستم رو کل کشور الگوشو بیارن. اینا رو بهتون بگم، این چیزا حاصل تجربه است. تجربه کارهای مختلف، از رشته از علوم تجربی بگیر که فیزیولوژی بدن رو رصد میکنه که علاقه من بودم، تا شیمی که ترتیب اینها رو میگه، تا خیاطی که الگو سازی میکنه، تا آشپزی که ترتیب رو میگه، نظم رو میگه، تا همه چیز رو باید توی این چارچوب ببینی. یعنی یه علم دانشگاهی نیستش، فقط یه حکمت حاصل از یه معرفت حاصل از همه چیزه. نمیگم خیلی بالا بود، ولی در حدی که اون روز داشتم تا الانم خیلی خیلی فرق کرده. اینقدر فهمیدم که دو سر این منابع مصارف ما رهاست، نمیدونیم. یعنی حاکمیت و نظام تصمیم گیری بانک مرکزی نمیدونه منابع کشور چقدره و کجاست، اون مسیر کجاست، اصلا نقشه رو نمیدونه. رسیدم به همون جغرافی ها و مساره همون جغرافی که نمیدونستم و اون روابط کارگزاری شروع شد. و مصارف کجاست، کیا دارن مصرف میکنن، بابت چی داره ارز مصرف میشه. این یادداشتی که دادم به دکتر برهانی، دکتر برهانی خیلی خوشش اومد. گفت ایشون هم یکی از افراد شریف نظام بانکی کشوره. نوشت که هر طوری میتونی اینو خودت مدیریت کن، خودت انجام بده. خب تو ذهن من بود، تو ذهن اون بنده خدا نبود، ولی اختیار به من داد. من اومدم با همکارای بخش آیتی جلسه گذاشتم با مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی آقای شریفی، از دوستای خیلی خوب ما بود، تو هم اداره مطالعات. جلسه گذاشتم، گفتم ببین به من بگو سامانه‌های ارزی بانک مرکزی چی هست همین الان. سامانه‌ها رو دونه دونه تعریف کرد. گفتم خب اینا به هم ربط دارن؟ گفت نه. گفتم چرا ربط ندارن؟ گفت هر اداری برای خودش یه سامانه داره. گفتم وقتی بی ربطن مثل جزایریه که شما نمیتونی بفهمی بخشی که داره کارهای صادرات انجام میده، بخشی که واردات، اینا به هم ربطی ندارن، نمیفهمی اینا چی هن. همه این سامانه ها رو میتونیم ما توی یه پلتفرمی بچینیم. گفت یعنی چی؟ گفتم ببین اسمشو من میذارم پورتال ارزی و شما این پلتفرم رو برای من طراحی کن. کلمه پورتال ارزی رو من تو ادبیات بانک مرکزی آوردم، ولی تو کشور ما اینو ضبط کنید و بگید همه بدونن. تو کشور ما یه فرهنگ اشتباهی رواج پیدا کرده و اون اینه که به محض اینکه یه نفر یه عنوانی یه تایتلی رو ابداع میکنه همه میخوان بگن من کردم، همه میخوان بذارن رو کار خودشون، بگن این کار ما بود، در حالی که برید بگردید تو هیچ کتابی، جزوه‌ای، یادداشتی، دستوری شما کلمه پورتال ارزی رو تا قبل از اینکه خود من بذارم نبود. سامانه بود اما پورتال ارزی نبود. الان هم خیلی مرسوم شده، یه وقتایی دوبار گفتم. متاسفانه این اتفاق افتاد. یعنی بعد از اینکه یک عنوانی میاد تو این کشور همه میخوان بگن من کردم، من اول انجام دادم. این یک. دومی که وقتی انجام شد اگر خوب شد به نام خودشون ثبت میکنن، اگر بد شد اون بنده خدا رو دیگه بیچارهش میکنن. خوشبختانه پورتال ارزی اینطور تعریف شد که 5 فاز داشته باشه. این 5 فاز تو ذهن من بود، توی یادداشت هایی که در بانک مرکزی دارم
و می نوشتم هست، هنوز تو پرونده ها هست. 5 تا فاز پورتال ارزی چی بود؟ هدف چی بود؟ رصد منابع و مصارف ارزی. خب با هدف مدیریت بازار ارز، یعنی رصد کنی تا بازار ارز رو مدیریت کنی، از اول تا آخر این مسیر رو بدونی چیه. خب قرار بر این بود تو فاز اول تمام ذینفعان یا دستاندرکاران موضوع ارز تو کل کشور شناسایی بشن. منابع ارزی کشور یه سمت بود، مصارف یه سمت. مصارف ارزی کشور شامل اول از همه واردات کالا بود، در مقابل میشد صادرات کالا و خدمات، اینم واردات کالا و خدمات. دومین مصارف ارزی کشور تعهدات ارزی کشور بود که همون قسطای وام هایی که قبلا گفتم باید میداد یا در طول سالها وام میگرفت و باید پس میداد، پس باید براش ارز تامین میشد تا بتونی ارزتو بدی. اون طرف هم به همین ترتیب اگر دوباره وامی میگرفتی دوباره منابع ارزی اضافه میشد. مصرف ارزی بعدیمون از بحث کالا و خدمات و ثبت سفارش و اینها که بیایم میشد چی؟ حوزه خدمات 29 ردیف 25 ردیف، حالا حسب شرایط اینا تعدادش فرق داره، مثل مسافران، دانشجویان، بیماران، ماموران، کارگران، همه کسانی که میرن کشورهای دیگه ارز میبرن یا به کشور ما میان، توریست میاد، بیمار میاد، نمیدونم دانشجو میاد، ارز میاره. ما باید برای این منابع مصارف فیلدهای مختلف برنامه‌ریزی می‌کردیم. من اون سنس آیتی رو داشتم، اون سنس آمار رو داشتم، روابط بانک‌ها رو میشناختم، در واقع جغرافیای روابط بین‌المللی رو میدونستم. خب جغرافیا که همون جغرافی که اصلا دوستش نداشتم، یه نقشه خیلی بزرگ خیلی زیبا با تمام جزئیات تو اتاقم بود که تو اتاق رئیس من بود، اداره مطالعات، اونو به من هدیه داد، گفت هر جا میری اینو با خودت ببر، که الان تو اتاق مدیر کل بین‌الملل بانک هنوز. این یعنی چی؟ یعنی این که من باید میرفتم اون نود اصلی مصرف ارز که واردات کالا بود، که اون زمان مثلا میشد یه چیز حدود 90% مصرف ارزی مربوط به واردات کالاه، اونو باید اول پیدا میکردم. رفتم سراغ وزارت صنعت، معدن، تجارت، آقای دکتر قزنفری. خب و ایشون خیلی 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 تو این کارا کمک داد، اون موقع وزیر سمت بود. بله. این قسمت کار به ما میگفت که در واقع ثبت سفارش کالا و خدمات چگونه اتفاق میفته، ترتیباتش، جزئیاتش، فرمهاش، اطلاعاتش، همه رو بایستی بخش آیتی اونها بروز میکرد. بعد این طرف تو مصارف گمرک بود و ترخیص کالاها، در واقع کالاهایی که میاد و ارزایی که مصرف شده. پس اطلاعات هم وزارت اقتصاد میتونست که آقای دکتر حسینی یادش بخیر وزیر اقتصاد بود، اونا باید میدادن به یه کار چند جانبه‌ای بود بین نهادهای مختلف. فاز اول پورتال ارزی این بود که قسمت مصارف ارزی رو نظام بانکی که شامل بانک مرکزی و بانک ها بود و مصارف ارزی که سمت گمرک و منابع ارزی که سمت گمرک و اینها بود که ارز می اومد، صادراتی که انجام می شد، همه اینها رو اطلاعاتش رو باید به همدیگه وصل کردیم. ولی خب سامانه های اینو بعضیشون نداشتن، مختلف بود، پراکنده بود. به هر ترتیب فاز اول این بود که بیای اول از همه هم تو نظام بانکی بخش‌های مختلف بانک مرکزی سامانه هاشون بیاد رو اون پلتفرم، بانک ها سامانه های خودشون کور بودن یا هرچی بیاد توی این پلتفرم سامانه های ارزیشون، ثبت سفارش اون قسمت وزارت سمت و همچنین گمرک همه سامانه های ایجاد کنن و همه اینها وصل بشن به این سیستم، به این پلتفرمی که ما بخش آیتیمون طراحی کرده. خب این چه نقشه بزرگی از کشور میشه. حالا باید همه اینها رو درست مثل موقعی که یه کلید میزنی روشن میشه، معلومه کجا چه اتفاقی داره میفته، اون کلید دست بانک مرکزی بود که بدونه چیه. این وسط اگر منابع ارزی یا عرضه ارز با مصارف ارزی
یا تقاضای ارز با هم دیگه اینها با هم همخوانی داشتن، شما میتونستی یک بازار ارز استیبل داشته باشی. درست شد؟ استیبل منظورتون اینه که با ثبات داشته با ثبات، نه نرخ ثابت ها، با ثبات. یعنی توی دامنه ای طبق نظام ارزی افزایش پیدا کنه، نموداری میره بالا، نموداری آرام آرام توی کانال. نظام ارزیمون شناور مدیریت شده است دیگه، از سال دهه 70 به بعد تعریف شد. تو این نظام، تو این کانال یا بند، این میتونست حرکت کنه. چون شما منابع مصارف رو همه گونه دیدی دیگه، دلیل نداره که یه دفعه یکی بیاد ارز نرخ الکی بده که. پس تو همین چارچوب تعریف میشه. دیگه شارپی نمیرفت بالا، دیگه شارپی نمیرفت و بانک مرکزی هم ذخایر ارزی داشت به قدر مکفی و این میتونست اگر جاهایی این نوسانات خیلی زیاد و کم میشد، بانک مرکزی از بانک ها ارز میخرید. تمام. رابطه بانک مرکزی فقط با بانک ها بود، اطلاعات رو از همه جا میگرفت. بانک مرکزی نه کار وزارت سمت رو باید انجام میداد که چی وارد بشه چی وارد نشه، نه کار گمرک رو باید انجام میداد که چرا این وارد شده چرا اون وارد نشده. به بانک مرکزی اینا ربط نداشت. بانک مرکزی کار بانکی خودش رو میکرد. باید این ارزهایی که میومد و میرفت و توی این در واقع پورتال بخش بازار آزاد رو چیکار باید میکرد اون وقت؟ بازار آزاد چی میگه؟ بازار آزاد میدون فردوسی رو میخواست چیکار؟ عینیشو میگه میدون فردوسی. وقتی شما تو بازار رسمیتون دارید نرخ رو با این ادبیات مدیریت میکنید، نرخ قطعاً به گونه‌ای که تمام متقاضیان ارز به این بازار مراجعه میکنن، دلیلی نداره برن سراغ بازار آزاد. یعنی اون بازار غیر رسمی هم نابود میشد، از طریق عملاً جمع میشد یا اینقدر نزدیک میشد. طبق ادبیات بین المللی IMF یه دستورالعمل داره برای این بحثا. میگه اگر کشوری مدعیه که یکسانسازی نرخ ارز میکنه، مفهومش اینه که نرخ رسمی با نرخ غیر رسمی تفاوتش حد اکثر 8% باشه. یعنی یه تفاوت 8% بین نرخ رسمی و غیر رسمی پذیرفته شده است، ایرادی نداره. اگر از 8% بیشتر شد شما میتونی بگی یه بازار غیر رسمی هم داری، خب که اثر گذاره. ولی وقتی این تفاوت کمه، غیر رسمی باشه اشکال نداره، تو هر بازاری غیر رسمیش هم هست. چرا؟ چون کیفیت اون دارایی فرق داره. شما یه موقع میری از 4 استانبول اسکناس دلار راحت میخری، به دردسر هزینه‌شو میدی. ولی یه موقع میگنی نه وقت داری، توانشو داری، میری توی نظام بانکی، اونجا تقاضای ارز میدی، حالا با یه صرف زمانی با هزینه کمتر میدی، ولی با نرخ پایین‌تر، یه خورده دیرتر، ولی همون ارز رو دریافت میکنی. شما تو بازار آزاد ممکنه ارز رو به هر قیمتی بگن بخری چون نیاز داری بهش، ولی اون قیمت رسمی مملکت که نیست. تو هر کالا این هست. شما همین الان بهتون شب یلدا بگن باید مثلا هندوانه بخرید، شما چون اعتقاد داری باید تو سفره یلداییت مثلا هندونه باشه، حاضر میشی یه هندونه رو 100,000 تومان هم بخری. اما آیا قیمت هندونه 100,000 تومانه؟ نه، اغلب مردم اونو 50,000 تومان هم خریدن، خیلی هم نخریدن، خیلی هم یه هفته قبل خریدن، اونی که شب عید خریده گرون خریده. یعنی هر بازاری اینو داره. بازار ارز مثل یک واسطه مبادله است دیگه بین دو تا پول. پس این هم مثل همون رفتار میشه. پس این 8% عادیه. من هدفم این بود که این منابع مصارف رو جوری مدیریت بکنیم که من دنبال این که غیر رسمی رو حذف کنم نبودم، چون میدونستم تو شرایط تحریم گفتن این که ما داریم میریم سمت یکسان سازی حرف بیهوده‌ایه. مهار کنیم، محال همچی اتفاقی. من باید سعی کنم نیازمندان واقعی ارز رو پیدا کنم. ما طبق ادبیات مالی بین المللی میگیم 3 تا انگیزه برای ارز وجود داره. تو هر بازاری برای پول وجود داره. یک، انگیزه واقعی یا معاملاتی، همون وارد کننده که میخواد کالا بیاره، همون مسافری که واقعا میخواد بره سفر، بیماری که میخواد بره دانشجویی که میخواد بره درس بخونه. خب من باید
این انگیزه واقعی داره، من باید تامین کنم. انگیزه احتیاطی یعنی اینکه من وارد کننده 6 ماه دیگه میخوام کالا وارد کنم، ولی الان که احساس ناراحتی و نگرانی میکنم، الان میام تقاضا برای ارز ایجاد میکنم. پس این انگیزه احتیاط میکنم، زودتر میام، به لحاظ زمانی زودتر میام سراغ ارز. پس بار مصرف ارز میره بالا، تقاضا میره بالا. و انگیزه سفته بازی، دلالایی که میخوان تو این چهارشفت بازار سود کنن، تو همه بازارام هست، اجتناب ناپذیره. شما فقط باید مدیریتش بکنی، نمیتونی حذفش کنی، چون بازار ویژگیش اینه. پس شما این 3 تا انگیزه رو باید مدیریت بکنی، نباید بذاری احتیاطیا بیان تو واقعی، باید اطمینان بهشون بدی، ابزارهای اطمینان ساز براش تعریف کنی. نباید بذاری سفته بازار جلوم بدن، چون باید ابزار براش تعریف کنی، واقعی‌ها رو هم باید تعریف کنی. پس چیکار کردیم تو پورتال ارزی؟ اولین گام که سخت‌ترینش بود، شاید بگم بیشتر از 10,000 نفر ساعت کار شد از جلسات و کارهای بچه‌های بخش ارزی و بخش‌های آیتی و بخش‌های دیگه‌ای که کمک دادن. و فاز اولش بهمن سال 90 رونمایی شد که در واقع بانک مرکزی اومد تو صدا و سیما مصاحبه کردیم و اینها، که من خودم هم مصاحبه کردم که ما تونستیم پورتال ارزی رو راه بندازیم. این فاز اولشه، تونستیم تمام این دستگاه‌های مرتبط با منابع مصارف رو به بانک مرکزی وصل کنیم. فاز دوشتی بود؟ برخط کردن این وصله و کار بسیار سختی به لحاظ سیستم مخابراتی بود. اینجا وزارت ارتباطات و مخابرات خیلی سهم داشت. اینو اسفند 91 فاز 2 رو رونمایی کردیم. تو این فاصله فاز 3 هم باید اجرا می شد. فاز 3 ما این بود که ما بتونیم عرضه و تقاضای ارزو، من اصلا نمیگم وارد کننده صادر کننده، من گفتم منابع ارزی، مصارف ارزی، طیف عظیمی از افراد رو تشکیل میده، خب چه حقوقی چه حقیقی. گفتیم منابع و مصارف ارزی رو مدیریت کنیم. تو فاز 3 گفتیم برای اینکه اون نرخ رو بتونیم کشف قیمت کنیم، بایستی یک بازاری رو درست کنیم که تمام عرضه کننده و تقاضا کننده تو این بازار معامله کنن. ما الان میدونیم چقدر ارز میاد چقدر ارز میره، ولی نمیدونیم تو چه فضایی اینا دارن معامله میکنن. مثل بورس میشه؟ اسم بورس رو گذاشته بودن، اون زمان میگفتن بورس ارز. من به شدت مخالفت کردم، گفتم ما چیزی به اسم بورس ارز نداریم. ما با استفاده از ظرفیت پورتال یک بازار مبادلات ارز، یعنی فارین اکسچنج مارکت را میندازیم، کارنسی مارکت را میندازیم. تو ادبیات بین الملل همون فارکسه. فارکس بورس نیست، فارکس یک بازار مبادلات ارزی بین‌المللی. علتی مخالفتتون باش؟ کلمه بورس فقط مشکل کلمشه. چون وقتی این کلمه میاد میخواد سازوکار بورسی هم بیاد. تو سازوکار بورسی شما کشف قیمت یک موضوعشه، اما منفعت بیشتر حرف میزنه. من تو بانک مرکزی دنبال منفعت نیستم، دنبال امنیت این بازار. یعنی بانک مرکزی توی تمام ادبیات ارزیش امنیت بازار، آرامش بازار، اون کانالی که تعریف میکنه، و آخرینش میشه سود. آخرینش، ولی اولی نیست. اما شما وقتی وارد بورس میشی با هدف سرمایه گذاری وارد میشی. بانک مرکزی کارش اصلا سرمایه گذاری نیست. بانک مرکزی طبق حتی قانون رو برید مطالعه کنید، چه قانون پولی بانکی قدیممون چه قانون بانک مرکزی جدید، بانک مرکزی اصلا دنبال سرمایه گذاری نیست. بانک مرکزی کار بانک مرکزی میکنه، یعنی دارایی ها رو، حتی داراییش رو به صورت سپرده میذاره، دنبال سود نیست، دنبال امنیت دارایی های ارزی کشوره. خب پس اولینش امنیت، دومی نقد شوندگی، سومی سودآوری.
پس ما سودآوری خیلی دنبالش نبودیم. پس نباید دنبال بورس می بودیم، دنبال اینکه حالا قیمت بره بالا ما لذت ببریم از اینکه قیمت ارز داره میره بالا. شما نگاهتون نداشته اینجا. شما دنبال شاخص سازی مثل بورس نیستید. بورس ادبیاتش بسیار عمیق‌تر، وسیع‌تر و جالب‌تره. من خودم خیلی خیلی بورس رو دوست دارم و تو فضای بورس کار میکنم. اما وقتی میبینم نرخ داره میره بالا لذت میبرم از قیمت، چون نشون میده که تولید کننده ها شرایط بهتری خواهند داشت که سهمشون ارزشمنده، کردیت تولید میره بالا. ولی نرخ ارز وقتی تو همین فضا بگم داره میره بالا نگران میشم، چون این به تولید آسیب میزنه. پس جنس بازار ارز با بازار بورس یا بازار سرمایه فرق میکنه. لذا سال 91 بعد از اینکه شرکت نفتم تحریم شد و واقعا کشور با مشکل مواجه شد، یعنی تیر ماه سال 91 45% از درآمدهای نفتی ما کاهش پیدا کرد. یک دفعه تو یک ماه 45% کاهش پیدا کرد و هیچ کس متوجه نشد. چرا؟ متوجه نشد که بانک مرکزی با این سختی چگونه تونست باز بازار رو اداره کنه. و نکته مهمتر که اینو حتما ضبط کنید، من با همین ادبیات، با همین روش، بدون اینکه هیچ مداخله ای در بازار ارز کنم تونستم بازار رو مدیریت بکنم. یعنی از آبان سال 90 که شدم معاون ارزی تا شهریور 92 که از بانک مرکزی رفتم، یعنی یه چیز حدود 2 سال تقریبا، نرخ ارز از 1400 تومان رسید به 3200 تومان در ظرف 2 سال. تقریبا 2 برابر شد و متاسفم که چرا 2 برابر شد. اما مطالعات بعدی نشون داد که نرخ تعادلی ارز دقیقاً همین کانال 3000 تومان بود. چرا؟ چون در طول دهه 80 که نرخ ارز تقریباً ثابت بود ما تورم‌های بالا داشتیم، اما نرخ ارز با اون ادجاست نشده بود. و وقتی تحریم‌ها شروع شد و مشکلات، این یک فنر مثل یک فنر جهش پیدا کرد و افزایش قیمت برای رسیدن به نرخ تعادلی ارز با توجه به تورم خارجی اتفاق افتاد. یه بخشش هم ناشی از تحریم ها بود. معاون ارزی رو حتما باید رئیس جمهور تایید کنه. دولت آقای روحانی ما نخواست، بازنشسته کردن خودم. شهریورش نرخ ارز تو بازار آزاد شد 3900 تومان. من اونجا سکته کردم، یعنی گفتم اگه برسه به 4000 تومان دیگه آبرویی برای بانک مرکزی نمیاد.